خوشت نیومد؟ نه، خیلی خوشم اومد. اما دمیر، من میخوام یه اعترافی بکنم. باز شروع شد. باش، بگو گوش میکنم. من میخواستم تو رو سورپرایزت کنم، چون من به دخترها همش گفته بودم من دوست دارم با کسی که عاشقشم غروب آفتاب رو تماشا کنم. اونا هم این کشتی رو بهم پیشنهاد دادن. یعنی این پیشنهاد کشتی و دخترها دادن؟ آره؟ من خوشخیالم خوشحال شده بودم که عشقم چه فکر خوبی کرده. باشه. اما وقت زیادی نداشتم که فکر کنم. اگه منم به اندازه کافی فکر میکردم شاید همین ایده به ذهنم میرسید. لروکس، بعضی وقتا خیلی بامزه میشی. عصبانی نشدی؟ عصبانی نشدم. خوشم اومد. خیلی هم خوشم اومد. ببین چی به ذهنم رسید. ما زیاد اینجا بمونیم، حتی این کشتی رو بخریم، با هم بریم سفر دریایی. نظرت چیه؟ فقط ما دوتا؟ کافی نیست؟ یعنی بی خیال همه چی بشیم و یه دفعه بریم؟ آره؟ چرا که نه. خب کارمون چی میشه؟ آرتمی؟ نگران نباش، آرتمی من بدون ما سر پا میمونه. اما باید بچه هامونم بیاریم. چی؟ موسی و لاک پشت، سکیز. شاید کارامو کم بخواد بیاد. برای اینکه حوصله اونا سر نره باید دوستاشونم بیارن. رسما یه کشتی 9 تشکیل بدیم دیگه. وای دمیر، خیلی خوب نمیشه؟ مگه میشه تو بخوای یا نشه؟ خونمون چی میشه؟ گلام چی میشن؟ همشون تو کشتی جا نمیشن. اوف، نمیتونیم اونا رو بیاریم. فهمیدم، ما نمیتونیم جایی بریم. باشه، اشکالی نداره، همینجا بمونیم. خونمونم قشنگه. میدونم خیلی قشنگه، اما فقط کاش مال خودمون باشه. یعنی نیست؟ چون من ایلور خانومو آوردم خونه اینطوری میگی؟ میدونم دمیر نمیخوای از بچهای شرکت کسی رو بیارم تو خونه، اما وضعیتش خیلی بد بود. هرچی بود گذشت. میشه امشب در مورد این حرف نزنیم باشه؟ اما دمیر باید قانون مهمون نیاوردن به خونه رو تغییر بدی. لروکس جون، ببین دوتایی اینجاییم، تو کشتی هستیم، همچین چیزایی رو خیلی تجربه نمی کنیم. پس بذار کیفمون رو بکنیم. آره درسته، زیاد نمیتونیم تنها بمونیم. مگه نه؟ ببین چقدر قشنگ اینجا آروم وسط دریا هستیم. گرچه من استرس دارم هر لحظه یکی پیداش بشه. اینجا حتی ممکنه یه اوست محرم پیدا شه و یا بنیامین خان با یه قایق دیگه پارو زنان بیاد سمتمون، و یا لیلا و فیروزه خانم ممکنه از اسکله خودشونو پرت کنن پایین. همه اینا ممکنه پیش بیاد. داره ممکنه. برای همین ما از این تنهاییمون بهتر استفاده کنیم. باشه عشقم، هیچ کس رو دعوت نمی کنی. دعوت نکن عشقم، دعوت نکن. اما نمیخواد نگران باشی، اونا بدون دعوت خودشون میاد. کسی نمیاد، من قول میدم. باشه، زود باش بخور، زود باش سرد شد. سالاد؟ من نمیخورم، اما تو بخور. خیلی تغذیه مناسبی نداری، برای همین برای تو خوبه. اونقدرام تغذیه ناسالم نمیخورم. لروکس، اینو که گفتی رسما همین الان جلوی چشم یه بشقاب مرغ سرخ شده پدیدار شد. فکر کنم تو زیاد اهل خونه موندن نیستی، مگه نه؟ چرا اینطوری فکر کردی؟ تو یخچالت موش بیفته سرش میشکنه. من خیلی از غذا پختن چیزی سرم نمیشه. این کارا رو همیشه بقیه حل کردن. منم خیلی سرم نمیشه، اما تو خرید خوبم. بیا یه روز بریم یکم برات خرید کنم، حتی یه نفرم استخدام کنیم که هفته یه بار بیاد برات غذا درست کنه. تو چرا بیخیال نمیشی ها؟ از چی؟ ببین من به درد تو نمیخورم. میدونم به این امید به من گفتی بیام اینجا،
اما من فقط کمک میکنم دمیر آرتمیمو جمع جور کنه، بعدش برمیگردم لندن. بله متوجه هستم، اما جمع جور کردن اونجا اونقدر هم راحت نیست. منو دست کم میگیری؟ نه. پس فکر میکنی من بلد نیستم چجوری کارمو انجام بدم؟ همچین چیزی هم نگفتم. حتی موفقیت‌های کاریت به گوشم هم رسیده. به طرف مقابلت امان نمیده. آها، پس با وجود اینا فکر میکنی نمیتونم اونجا رو جمع جور کنم؟ فقط میگم که طول میکشه و میخوام این مدت بهت خوش بگذره و نمیخوامم به دمیر نگاه کنی و بشینی تو خونه گریه کنی که چرا دمیر رو از دست دادم. خیلی ناراحت میشی؟ ناراحت نمیشم، اما موقع دعوت کردن تو نقشم این نبود که تو رو ناراحت کنم. گفتم بیای ناراحت کنی، نه اینکه ناراحت بشی. تو همیشه از این نقشه هایی میکشی که کار نمیکنن. راستش نقشه هام کار میکنن، فقط نتیجه هاشون جوری نیستن که من انتظارشو دارم. خب چرا؟ چون نمیتونم بد باشم. انگار خیلی خسته شدی. یه کوچولو. اون پایین یه جا داره، میتونی اونجا بخوابی. این کشتی تا صبح واسه ماست. دمیر میتونم یه چیزی بگم؟ البته. من نگران بچه ها شدم. من وقتی رفتم خونه برای اونا یکم غذا گذاشتم. سکیز و موسیولاک پشت یه جوری سر میکنن، اما برای کارامو که اصلا هیچی نذاشتم. کارامو یعنی میگی برگردیم؟ میتونیم برگردیم؟ البته که میتونیم، تو هر جور بخوای همونه. امشب این منظره همشون خیلی قشنگه. بیا هم دیگه رو بغل کنیم و تا نرفتیم بیشتر از این منظره لذت ببریم. باشه دمیر؟ باشه. خیلی ممنونم. در اصل من ازت ممنونم. بیا اینجا بغلم ببینم. خلاصه بوکس، یوگا، بعدش هم یکم ورزش آسیای شرقی، پلانو رو پرش با چتر. نه بابا، تو حسابی ماجراجو هستی یا؟ وقتی آدمون همه کار کنه درکش از تعطیلات فرق میکنه. زیاد نمیتونم رو تخت دراز بکشم و استراحت کنم. تو چی؟ من؟ همون چیزا، یکم از اینا یکم از اونا. ای دروغ. خیلی تابلو بود. اما سرعتمون یکیه. چرا تو آرتمیمی براک؟ متوجه نشدم. یعنی برای مدیر شدنت شرکت رو تقسیم کردی. اگه به اولین جایی که کار کردی نگاه کنیم، الان باید توی یکی از مهمترین شرکت ها مدیر بودی. بابام خواست درس زندگی بهم بده. فکر کنم یکم زیاده روی کرد. یعنی از پایین شروع کرد. منو فرستاد سربازی، اما دستش درد نکنه بیمم کرد. خب مجبور نبودی پیش بابات بمونی؟ آره، اما برای اینکه به من درس بده شرکت رو ورشکسته کرد. یعنی یک همچین آدمی بود. چند تا نقطه ضعف داره، اما بعضی چیزایی که میخواستم و ازش گرفتم، اما نه همشو. مثل دمیر خوششانس نبودم. فکر میکنی الان میخوام در مورد دمیر ازت حرف بکشم؟ یعنی وقتی یه حرفش رو کشیدی وسط. باشه، فکر کنم دیگه وقتشه که من برم. دیر وقتم هست. ممنونم که بهم سر زدی. خواهش میکنم. راستی فردا گلیزم میاد، فراموش نکن. باشه، پس من یکم دیر میام سر کار. تو آرتمین موندم چون اونجا رو دوست دارم، چون اونجا با دوستام کار میکنم. اونا دوستای تو نیستن، کارمندای تو. دوستای من همیشه بچهای کارمندامون بودن، کسایی که پدر و مادرشون جزء هیئت علمی بودن
یا کسایی که تو خونه کار میکردن. برای همه من فرقی نمیبینم. پا نشو. شب بخیر. شب بخیر براک. بفرمین خانم. چی شد لروکس؟ وای، پله رو اصلا ندیدم. اونو فهمیدم اما میدونی باید چی کار کنیم؟ به تو اجازه بدیم که بری بخوابی. خیلی خسته ای، باید بری بالا بخوابی و راحت استراحت کنی. خیلی خوابالو به نظر میای. اما هنوز غذای من بچه‌ها غذاشون رو حل میکنم، تو نگران نباش. به نظرم بهتره بدونی که بیفتی بری بخوابی. اما قرار بود حرف بزنی. تو با این وضعیت حتی حرفم بزنی باز یادت نمیمونه. فردا حرف میزنیم با انرژی زیاد. اینطوری تو هم یکم استراحت میکنی. خیلی خوب، باشه اگه تو اینطوری میگی. شب خیلی خوبی بود. برای همه چی خیلی ممنونم. شب بخیر. فقط حالا که تو الان داری زود میخوابی اینو باید تلافی کنی. فردا صبح تو باید منو بیدار کنی. قبوله؟ قبوله. خوبه. صبح میبینمت. اینم ببر. مراقب باش. هستم. بهتر برم به اونا هم غذا بدم. من چرا اینقدر مضطرب میشم؟ چی؟ به نظر دمیر چی میخواد بگه؟ میگه باید یه وقت طولانی داشته باشیم حرفمون قطع نشه. به نظر چی میخواد بگه؟ وای من چرا استرس دارم آخه؟ به هر حال کسی که عاشقمه میخواد با هم حرف بزنه. هر چی میخواد بگه دوستش دارم. مگه نه؟ چرا الکی استرس دارم؟ کلن دیگه خوابم پرید. تو میتونی لروکس، موفق میشی. تقصیر منه. تو اصلا مقصر نیستی. نباید وظیفه به این بزرگی به تو میدادم. همه چه با منی. لای 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 لای. اینطوری
صبح بخیر عزمی خانم جون. صبح بخیر فرخان جون. خیر باشه این وقت صبح اومدین شکر. راستش شما این آخر هفته برام تو هپی پای یه صبحونه فوق‌العاده آماده کردین و چون شما زودتر از همه میای شرکت گفتم این بار صبحونه‌تون از طرف بنده باشه. باشه از طرف شما باشه ببینیم چی میشه. دقیقا همینطوری خواهد شد. بنگرید. داره میاد. اها. جون. داره میاد. خوشمزه است. عزمیه خانم جون یه سوالی دارم. ایلول خانم امروز میاد شرکت یا اینکه با بوراک خان جلسه دارن؟ خبر داری؟ احتمالا میاد. یعنی از جلسه اینه خبر ندارم. اما برای چی پرسیدی؟ جان من راست بگو به نظرت خیلی با بوراک خان صمیمی نشدن؟ رفتن دسر بخورن. منظورتون اونه؟ دسر؟ چه دسری؟ بوراک خان و ایلول خانم رفتن بیرون شام. بعد گفتن بریم دسر بخوریم. بعد با بچه شرکت تو همون رستوران روبرو شدن. دخترها گفتن شما خبر نداری؟ عجب. بوراک هیچی برای من تعریف نمیکنه. جدیدن تو چشامم نگاه نمیکنه. به جای من با ایلول خانم بیخودی و الکی صمیمی شده. معلوم نیست داره چی کار میکنه. الهی شما دارید به بوراک خان حسودی میکنی؟ نه اونجوری هم نیست. یعنی ایلول خانم تو بخش ساز است واسه همین میگم. یعنی به هر حال مدیر امور مالی بخش معماری منم. از من چیزی نمیپرسه. همش طرف اونو میگیره. به من اهمیت نمیده. یعنی خب خیلی شرایط بده. ای میترسین شما ندیده گرفته بشین گوگلی مگولی. قربونت بشم خیلی با نمکی. وای بی خیال ولش کنین دهنتون رو باز کنین. داره میاد هلیکوپتر داره میاد. دوبله شده در استودیو جن. وای دیرم شد. من چطوری دیر کردم آخه؟ باید خیلی وقت پیش دمیر رو بیدار میکردم. یا دمیر وای این دیگه چه کاریه آخه؟ طرف از من یه چیز خواست، فقط یه چیز. اون وقت من مثل خرس خواب موندم. وای لروکس. دمیر آی دمیر باشه. جونم عشقم بگو. عشق خوشگلم بگو ببینم چرا اینقدر عجله داری ها؟ به خدا من ساعتو برای زودتر از اینا گذاشته بودم. اصلا نفهمیدم چی شد. یعنی نمیفهمم چرا خواب موندم. وای از تو فقط یه چیز خواستم اما ببینی اونم انجام ندادی. به خدا همش تقصیر آلانمه وگرنه من دیشب با خودم عهد کردم که این کارو انجام میدم. پس اینطور. خب میدونی چرا نشد؟ بیا دستمو بگیر تا بهت نشون بدم چرا نشد. بفرمایید. دلیل اول تقدیمتون میکنم. اینم دلیل دوم. همه شبایت نشون میده که بعد از اینکه من خوابیدم پاپ کورن درست کردی و فیلم تماشا کردی. چی واسه گفتن داره این لروکس خانم؟ دمیر خان قضیه از این قراره که خب من خوابم پرید برای اینکه به سکیز سر بزنم. چی؟ به سکیز. من دیشب وقتی خوابم پرید پر شدم یکم فیلم دیدم اما تا یکم وسطشو رد کردم سری خاموشش کردم. یعنی همشو ندیدم. بیا الان ما باید برای این موضوع سریعا یه راه حل پیدا کنیم. چرا؟ عشقم تو بیدار شدن بینمون مشکل اختلاف ساعت هست. تو خیلی دیر میخوابی و صبحم دیر پا میشی. منم زود میخوابم و صبح زود پا میشم. اما دمیر من یکم به زمان نیاز دارم. من از بچگیم همیشه دیر خوابیدم. الان یهویی نمیتونم خودم رو عادت بدم. خب حالا چی کار کنیم که تو رو عادت بدیم زود بخوابی؟ من چای ملیسا میخورم. این کارو میکنیم. الان میرم حاضر میشم بعد میام برات صبحونه درست میکنم. باشه رفتم. باش عزیزم. آره جون خودت آماده میکنی.
پس بخوای چای ملیسا بخوری، میخواد با چای خوردن مشکلش حل کنه. پس من چی بخورم؟ خب دیشب چطور بود؟ مروه بهتره؟ راستش یه لحظه فراموش میکنه، بعد دوباره شروع میکنه به گریه کردن، بعد باز یه جوری سرگرم میشه، بعد دوباره شروع میکنه به گریه کردن، دیگه خسته شد، بعد گرفت خوابید. تا برو برگرده پیش تو میمونه؟ راستش من گفتم بمون، اما گفت میرم خونه خودم. اصلا دوست ندارم تنها بمونه ابراهیم. البته خب تنها نمونه. میخوای من براش همخونه پیدا کنم؟ مروه گربه دوست داره یا سگ؟ نه بابا ابراهیم، این خودش هم فراموش میکنه، نمیتونه از حیوان بیچاره مراقبت کنه. اما بالاخره باید بره خونه خودش، مگه نه؟ یعنی این یکم زیاد از حد میشه. یعنی تا ابد که نمیتونه پیش تو بمونه. ابراهیم جون، حتی اگه مروه بره خونه خودش، تو بازم نمیتونی بیای اونجا، اینو میدونی که. ابراهیم بهم قول دادی. سر قولم هستم. امشب میخوام تو رو با نزدیکترین دوستم آشنا کنم. واقعا میگی؟ آره. این خیلی خبر خوبیه. اما خب آدم قبلش خبر میده، حداقل موهامو درست میکردم. لازم نیست برای اون این کارا رو بکنی. خانم میشه یه لحظه بیاین؟ باشه الان میام. بهت قول میدم یه چهره خوب از خودم جلوی دوستت نشون بدم. دارم لحظه شماری میکنم، خیلی خبر خوبیه. امیدوارم خبر خوبی باشه. امیدوارم. خیلی جالبه. شبو تو بغاز گذروندیم، صبحونه رو تو حیاط خونه میخوریم. چی شده لرکس خانم؟ نکنه از خونه خسته شدین؟ نه خسته نشدم. من چطور میتونم از جایی که تو هستی خسته بشم؟ ببین تو دیشب دلت میخواست که بیرون باشی، منم ذهن تو خوندم و برنامه ریختم. آره میخواستم بیرون باشم، گفتم بیرون با هم حرف بزنیم و بعدش هم برگردیم خونه، اما من برنامه رو خراب کردم. دیشب خوابم پرید و اومدم پایین، تو خواب موندی. اما ببین الان میتونیم صحبت کنیم، بیرونیم. لروکسی کم دیگه باید بریم شرکت. البته آزار و اذیت میشم، نمیخوای تو شرکت حالم گرفته باشه. میشه این موضوع آزار و اذیت رو فراموش کنی؟ همچین چیزی نیست، آزار و اذیتی نیست. باشه پس بگو موضوع اصلی چیه؟ آدم حداقل یه نشونه میده، یه چیز کوچولویی تعریف میکنه دیگه، آدم حداقل بفهمه چیه. لروکس خوبی؟ دمیر سوختم، خیلی تنده. آخ لروکس واقعا که آدم وقتی تو ساندویچ فلفل میذاره نباید تست کنه ببینه تنده یا نه؟ من از کجا بدونم ای بابا؟ اوف دمیر دارم آتیش میگیرم، لبام داره میسوزه، وای داره میسوزه. ببینم بیا جلو. باد کرده، قرمزم شده، خیلی بد شد. خیلی تنده، واقعا خیلی تنده. من که بهت گفته بودم. باشه وایسا، بهش دست نزن. باشه لطفا واسه شب برنامه نچیم، تنها باشیم، مهمونم نیاد، تو خونمون قشنگ بشینیم و حرف بزنیم. باشه ممنونم. مهم نیست. دمیر بفرمایید. میگم این موضوع صحبتمون، خب من بردمت کشتی واسه شام، اونجا با هم غذا خوردیم و یه مرحله رابطمون پیشرفت کرد، درسته؟ تو هم برای من گل خریدی، فیلمم که دیدیم، یه چیزی شبیه اوناست؟ میشه تو برای خودت خیال بافی نکنی؟ ها؟ نمیخوام همینطوری سرسری در مورد این موضوع حرف بزنیم.
باشه. خب دیگه من نمیخورم، بریم. نه نمیشه. اول باید ساندویچتو تموم کنی. نه دمیر، تازه اثر فلفلش رفته. ساندویچو باز نمیتونم. کردم. نه من آی. فلفلو برداشتم. نه دمیر ببین نیست. نمیخوام، نمیتونم. صبح بخیر. صبح بخیر. قهوه میخوری؟ آره. پس اینو بگیر. خوب به نظر میای. راحت خوابیدم. اون وسیله‌ای که آوردی کارساز بود. خوشحالم که کارساز بود. گولیز اومد؟ آره، صبح زود اومد. کارا که باید انجام میداد و بهش گفتم و اومدم. پس تا شب کارا تمومه. همیشه همینقدر دیر میان شرکت؟ فرخ و عزمیه تو تراسن. آیدا رو باید از رئیسش بپرسی. مروه این اواخر یکم حالش خوب نیست، یکم دلش شکسته. لروکس هم احتمالاً یکم دیگه با دمیر میاد. لازم نیست ناراحت بشی. دمیر کارش رو با زندگی شخصی قاطی نمیکنه. نه، فقط من باید بگه چیزی عادت کنم. دیروز گفتی تو اولین فرصت میرم لندن. آره، اما این مدت کوتاه برای آدم میتونه یه عمر باشه اگه نتونه عادت کنه. باید به چیزای دیگه فکر کنی. از عادت کردن راحت تره. برای قهوه ممنونم. فعلا با اجازه. شیرینی‌ها و قرابی‌ها رو گذاشتم تو فر لیلا جون. آیدا هم قبل رفتن به شرکت بقیه کارا رو انجام داده. ای من عاشق اون دخترم، خیلی دختر کاری. آره همینطوره، سر کارم همینطوریه. پروژه رو بهش بده، برو پی کارت. آیدا همشو تموم میکنه. آفرین چش نخوره. الان یادم افتاد یکم پیش زنگ زد، گفت اصل نمیاد کار داره، گفت هپی پایو ما تعطیل کنیم. باشه نگران نباش، مغازه رو خودمون میبندیم، کاری نداره. خیلی کار خوبی برای آیدا میکنین، اما شما هم خیلی خسته میشین. تو این سن و سال باید سلامتیتون هم در نظر بگیرین. سن و سال من چشه؟ چیزی نیست، اتفاقا سن و سال مناسبیه. سن مناسب؟ محرم خان شما در واقع دارین منو یه آدم مسن میبینی؟ وای خانم محترم این چه حرفیه؟ شما اینجا زیاد کار میکنین. منظورم اینه که سلامتیتون به خطر نیفته، مریض نشین. اما فکر کنم نتونستم اصل مطلب و خدمتتون عرض کنم. فهمیدم منظور شما چی بود. بهتره من برم بشینی یا سر بزنم. ای بابا اشتباه برداشت کرد. من اینطوری گفتم فیروز خانوم. محرم خان، خواهر من خیلی حساسه، میفهمی؟ خواهش میکنم اونو تو این سن و سال ناراحت نکنی. خب شما الان گفتین تو این سن و سال. منظورم از این سن و سال سن مهم نیست، اما منظورمو خیلی مسخره شد. وای قهوه خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه. نوشه جان. ایلول خانم از اینام بخورین، از غذای وگانمونه داریم تو کافمون امتحانشون میکنیم، گفتم نظر شما رو هم بدونیم. باشه. صبح بخیر براک. روز بخیر لروکس.
صبح بخیر تیمیر خان. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. قهوه آماده است، میخوای؟ ممنون، نوش جونتون. ایلول خانم، دیشب خیلی نگرانتون شدم اما نخواستم زنگ بزنم مزاحم شم. حالتون چطوره؟ بهتری؟ با ایمام یادمون رفت بپرسیم، ببخشید. آره دیروز حالتون خوب نبوده. بیمارستان رفتین، انگار حالتون بد بوده. نه چیز مهمی نبود، هر از گاهی اینجوری میشم. دستش درد نکنه، لروکس خیلی بهم کمک کرد. تو هم ترسوندم لروکس. این چه حرفیه؟ کافیه شما خوب باشین. در ضمن قهوه بوی خیلی خوبی میده. به خاطر دیروز بازم ازت ممنونم. مهم نیست، مساوی شدیم. حالا که رئیس اومد کار منم شروع شد. میبینمتون. موفق باشی. خدا نگهدار دلم. خب منظره غروب آفتاب تو بوغاز و غذای رمانتیکتون چطور بود؟ میخوان سورپرایز تو پسندید؟ خیلی خوشش اومد. خیلی رمانتیکه. کشتی زیاد تکونتون نداد. مروه جون میشه بیای؟ باشه اومدم. میبینمتون بچه ها. عزمی پستچی اومده. ای پستچی اومده، من دیگه برم، اما بعدم باید با جزئیات برام تعریف کنی. ممنون. آیدا یه لحظه بیا. لروکس چی شده؟ آیدا یه چیزی بهت میگم اما مسخرم نمی کنی یا به خدا میکشم. باشه چی شده؟ من با دمیر توی خونه زندگی میکنیم، درسته؟ خب و اینکه من و دمیر با همین. لروکس عزیزم خواهش میکنم این چیزا رو به من نگو. دمیر خان رئیس منه، یکم دیگه با طرف جلسه دارم، اینطوری نمیتونم باش چشم تو چشم بشم. وای چرت و پرت نگو آیدا، نمیخواستم همچین چیزی بگم. باشه معذرت میخوام، بگو گوش میدم. من به دمیر چیز گفته بودم که رابطمون باید مراحلش رو طی بکنه. اما انگار ما رو اون مراحل رو خط کشیدیم رفتیم. لروکس قرار بود نگی اما ببین باز حرف داره. منم میخوام همینو بهت بگم، حرف داره به اونجا کشیده میشه. بهم گفت امشب خونه باش مهمون نیاد، میخوام یه چیزی بگم. خیلی خوب باشه، اما گفته میخوام حرف بزنم. آره یعنی اگه گفته حرف میزنیم یعنی میخواد حرف بزنه دیگه. آره مگه نه؟ میخواد حرف بزنه. آره در مورد چی حرف بزنه آخه؟ میخوای از مروه بپرسیم؟ نه به اون نگیم، اون الان بزرگش میکنه. آره میدونی چی کار کنیم؟ همینجا اینو فراموش کنیم. من شب میفهمم چی میخواد بهم بگه. باشه یعنی اگه اینجوری میگی باشه، پس من میرم سر کارم. باشه پس تو برو، منم الان میام. باشه پس رفتم. دوبله شده در استودیو جیمی. ای وای، من انگار آماده این صحبت نیستم اصلا. تو شرکت دنبال دوست پیدا کردنی؟ آره از نظر تو مشکلی داره؟ آخه گفتی نمیخوای مدت زیادی اینجا بمونی. من دارم معدنی رفتار میکنم دمیر. نمیخوام با لروکس دوست بشی. بهت پیشنهاد کار دادن، اون وقت تو بهشون گفتی به آنتالیا اسباب کشی کردی؟ یعنی چی به آنتالیا اسباب کشی کردی؟ بلیطاتو همین الان برات میفرستم، با اولین پرواز میای اینجا. یعنی چی نمیام؟ باید بیای بورا. شاید اینجوری بهتر شد. یعنی به نظرم بهتره تا بدتر از این نشد. دمیر خان تو حالا بی خانواده موندی؟ دمیر خان بردش، امیدوارم بیشتر از این ناراحتش نکنه. آقای چی میگی تو؟ نمیکنه. مگه حال و روزشو ندیدی؟ پس چرا دختر بیچاره رو به گریه انداختی؟ ای بابا واقعا که بداد. تو هم فقط بلدی منو مقصر کنی. آره خیلی ببخشید، من فکر کردم گوشی منه. نه مال منه. الو دمیر؟ نه فقط نگران بودم مروه رو کجا بردی.